به نام خدا. سلام. با مرور سریع نکاتی از مبحث هموپتزی بر اساس کتاب هاریسون 2022 در خدمت شما هستیم. هموپتزی به خروج خون از راه تنفسی که به صورت خلط حاوی رگه خونی، خلط صورتی کف‌آلود یا خروج خون واضح باشه گفته میشه. اتیولوژی اولی که بررسی میکنیم برای هموپتزی عفونت‌ها هستن که میتونه به صورت برونشیت ویروسی، حالا بیمار مبتلا به برونشیت مزمنی که به عفونت باکتریال هم مبتلا شده باشه، وضعیت‌های برونشکتازی، سل، عفونت‌های قارچی، نوکاردیا، مایکوباکتریوم‌های غیر سلی، آسپرژیلوس و سایر عفونت‌ها باشه. پنومونی نکروزان و آبسیریا هم از سایر علل عفونی حساب میشن. اتیولوژی دومی که برای هموپتزی بررسی می‌کنیم بیماری‌های عروقیه. ادم ریه، مالفورماسیون‌های شریانی وریدی در ریه و عروق متصل در راه هوایی و همچنین بیماری‌های عامل سندرم پولمونری رنال میتونه موجب هموپتزی بشه. نکته‌ای که اینجا باید توجه کنیم اینه که در آمبولی ریه و خونریزی آلوئولار منتشر هموپتزی ناشایعه. اتیولوژی سوم بدخیمی‌ها هستند. کارسینوم برونکوژنیک، تومور کارسینوئید، کارسینوم سلول‌های اسکواموس و کارسینوم سلول کوچک و همچنین متاستاز ریوی از تومورهای دوردست و سارکوم کاپوسیت ذیل این دسته قرار میگیرند. چهارمین گروه علل مکانیکی و سایر علل مثل اندومتریوز ریه، آسپیراسیون و همچنین مشکلات ایاتروژنیک. قدم بعدی در بررسی هموپتزی ارزیابی بیمار هست که شامل در وهله اول شرح حال گیری. در شرح حال ما باید میزان یا شدت خونریزی رو تعریف کنیم. ترمی که داریم هموپتزی مسیوه که این میتونه موجب آسیفکسی و مرگ بشه، بنابراین اهمیت داره که ما بدونیم چه مقدار هموپتزی مسیو محسوب میشه. تعریفش خونریزی بیش از 400 میلی لیتر در 24 ساعت یا بیش از 100 تا 150 میلی لیتر در 1 ساعت رو هموپتزی مسیو ما میگیم. در قدم بعدی در شرح حال ما باید علائم همراه مثل تب و لرز رو در نظر بگیریم، سابقه مصرف سیگار، سابقه بیماری‌های مزمن ریوی رو در نظر داشته باشیم. مرحله بعدی ارزیابی معاینه هست. توی این مرحله علائم حیاتی مورد توجه ما قرار باید بگیره. معاینه بینی و دهان، بررسی الگوی تنفسی، شواهد دیسترس تنفسی، سمع ریه، بررسی کلابینگ، اکیموز، پتشی، تلانژکتازی در این مرحله اهمیت داره. قدم بعدی شامل مطالعات تشخیصیه. در مطالعات تشخیصی بررسی CBC، پارامترهای انعقادی، الکترولیت‌ها، اندازه‌گیری کراتینین و آنالیز ادراری اهمیت داره. یه نکته که اینجا باید مورد توجه قرار بگیره اینه که در تمام بیماران دچار هموپتزی رادیوگرافی قفسه سینه باید درخواست بشه. موضوع آخری که بررسیش می‌کنیم درمان هموپتزیه که شامل 3 هدف ابتدایی برای درمان هموپتزی مسیوه. هدف اول محافظت از ریه‌ای که خونریزی نداره که این هدف اولویت داره. چیکار باید بکنیم؟ بیمار باید به پهلو خوابونده بشه به نحوی که ریه دچار خونریزی در پایین قرار بگیره. نکاتی که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیره اینه که انتوباسیون اندوتراکیال توصیه نمیشه، اما اگه ضروری باشه تنها ریه فاقد خونریزی انتوبه میشه یا از دابل لومن اندوتراکیال توب استفاده میشه. هدف بعدی ما یافتن محل خونریزیه. در موارد زیادی این کار دشواره، اما به هر حال مشاهده کدورت جدید در رادیوگرافی قفسه سینه، همچنین بررسی با سیتی آنژیوگرافی با فلکسیبل برونکوسکوپی و آنژیوگرافی در این زمینه به ما کمک میکنه. هدف سوم ما کنترل خونریزیه. برای کنترل خونریزی از طریق لومن راه هوایی که با برونکوسکوپی فلکسیبل و ریجید انجام میشه یا از طریق عروق خونی درگیر که با آمبولیزاسیون شریان برونکیال این اتفاق میفته یا توسط رزکسیون راه هوایی و عروق درگیر که با جراحی این موضوع انجام میشه اقدام میکنیم. این یه مرور سریع بر برخی نکات مهم از مبحث هموپتزی بود. برای مطالعه بیشتر میتونید به فصل 39 از کتاب هاریسون 2022 مراجعه کنید. همچنین یه الگوریتم رویکرد به مدیریت هموپتزی از این فصل در هاریسون هست که ما تو پیجمون میذاریم. میتونید از کپشن نحوه دسترسی بهش رو مطالعه کنید. ممنون از توجه شما.